بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پس پروردگارش آن را به قبول نیکو پذیرفت. خداوند او را پرورش نیکو داد و زکریا را سرپرستش ساخت. هر باری که زکریا به محراب یعنی حجره عبادت مریم برای دیدنش داخل می شد نزدش روزی می یافت. گفت ای مریم این برای تو از کجا می آید؟ مریم گفت این از جانب خداست. حقا که خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بیشمار می دهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. در آن هنگام زکریا به پروردگار خود دعا کرد و گفت ای پروردگار من تو از نزد خویش به من فرزند پاکیزه ببخش. حقا که تو شنونده دعایی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که وی در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان وی را چنین صدا کردند بیگمان خداوند تو را به یحیی مژده می دهد که تصدیق کننده کلمه از جانب خداوند است و بزرگمنش است و پاک دامن و پیامبری است از زمره صالحان.